سلام میگم به دوستان عزیز، سلامی بامدادی از رادیو آزادی. شاله گلخوجه هستم در ملاقات با شما. حالا ساعت به وقت پراگ رسا 7 و 8 دقیقه است و من حاضرم که با شما عزیزان خبر و تفصیلات آخر را از تاجیکستان بگویم. طوری میبینید هوا در پراگ بارانی است و همراه خواهیم دید که در تاجیکستان باد و هوای فضا چگونه است. البته من فضای خبری را در نظر دارم. شورای علمای تاجیکستان دیروز با یک بیانیه گفت که ایران میخواهد تاجیکستان را ناآرام کند. این بیانیه در سامانه کمیته دینی تاجیکستان نشر شده است و این شورای علما میگوید که ایران توسط مخالفان حکومت تلاش دارد وضعیت را در تاجیکستان به هم بزند و این شورا گفته است که در اول تاجیکستان و ایران وقتی که تاجیکستان نقش صاحب استقلال بود خیلی مناسبت دوستانه داشتند و همدیگر را حرمت و احترام میکردند، ولی در دنیای تغییر یابنده بعضی وقت چنانه که شورای علما گفته است دوستان بعضی کارهایی را میکنند که حتی دشمنان عمومیشان هم در حیرت میافتند و اشاره شورای علما به آن است که کشور ایران و محیدین کبیری رئیس حزب همکنون ممنوع اسلامی تاجیکستان مبلغ گذاری میکند او را و در نوبت خود محیدین کبیری چند از گروه های جوانان را با گفته بازم شورای علما استفاده میکند تا اینکه بر ضد گویم حکومت تاجیکستان آنها کار برند. خلاصه شورای علمای تاجیکستان بازم گفته است که ایران در خاک و خون آغشته کردن کشورهای مثل افغانستان، سوریه و عراق و یمن دست دارد و اکنون میخواهد برای پیاده کردن هدفهای خودش تاجیکستان را نیز ناآرام کند. این پیام شورای علمای تاجیکستان بعد از 3 روز برگزاری یک معرکه اعتراضی در نزد سفارت ایران در شهر دوشنبه گفته می شود و این معرکه روز دوشنبه به وقوع پیوسته بود و یک گروه از اعتراضگران در نزد سفارت ایران در دوشنبه بر ضد محیدین کبیری شعار دادند و همچنین طلب کردند که فرزندان آنها که در اونجا در ایران تحصیل میکنند به وطن برگردانده شوند. در نوبت خود ایران، سفارت ایران در تاجیکستان تا هنوز با این تظاهرات هیچ واکنشی نشان نداده است، هرچند بعضی از خبرگزاری های ایران علاقه این اعتراض را همچون یک اعتراض نمایشی عنوان کردند. خب چون چرا این موضوع را شما میتوانید در سامانه ما www.azadi.org پیدا کنید و رو میاریم به یک موضوع دیگر و روشنی میاندازیم به جنجال مهاجران در نزد مرکز ثبت نام مهاجران در صحرای روسیه. چند روز پیش حدود 100 تن از مهاجران تاجیک و قرغیز و ازبک همراه با مهاجران کوری و تقصیران ها از داغستان جنجال شدند و آنها را پلیس بازداشت کرد و در پی 15 تقصیران تاجیک در این جنجال شرکت داشتند بعداً آزاد کرده شدند. تنها 3 نفری آنها که حجتهایشان درست نبوده است تا هنوز در بازداشت قرار دارند. طوری همکاران ما معلوم کردند بحث مهاجران آسیای مرکزی با مهاجران قفقازی یا اینکه داغستانی بر سر همون منطقه مسافرکشی یعنی منطقه تقصیرانی آنها بوده است. این منطقه در نزد مرکز بقیدگیری مهاجران صخره است که اونجا گفته می شود سالانه هزارها مهاجران برای گرفتن پتنت می آیند و بنابراین اونجا برای تقصیران ها یک جای سر درآمد حساب کرده می شود. خود تقصیران های تاجیک می گویند که بارها داغستانی ها تقصیران های داغستان می خواستند که این منطقه را یا این بازار را صاحب شوند و روز 22 آنها آمده از مهاجران طلب کردند که آنها یا با آنها دوله بدهند یا اینکه تاکسی‌هایشان را از آنجا برانند. بعداً بین این مهاجران جنجال سر شد و طور شاهدان حادثه میگند این جنجال به زد و خورد نپیچید چون که پلیس به این جنجال دخالت کرد و مهاجران را طوری هم گفتیم بازداشت و سپس بعد معین کردن بعضیشان را رها کرد و بعضیشان تا کنون در بازداشت
قرار دارند. و خبر دیگری ما یک خبری خوش است که دوشنبه یا تاجیکستان در انتظار نفر 9 میلیون نوم است و انتظار می رود که نفر 9 میلیون نوم در چند روزی نزدیک به دنیا آید. این گفته های نمایندگان کمیته امور تاجیکستان است. آنها گفتند که الکی در زایشگاه های تاجیکستان نوبتدارها رو گذاشتند تا اینکه آنها در حال اون طفل خوشبخت رو با همراه والدانش ثبت کنند و به این خانواده تحفه ها داده می شود. طور وقتی که طفل 8 میلیون تولد شده بود در دوشنبه با آنها یک خانه 4 حجرگی تقدیم کرده بودند و طور گفته می شود همگی در ماه گذشته در ماه اپریل 20,000 طفل در تاجیکستان به دنیا آمده است و طبق آمارهای رسمی از لحاظ نفوذ تاجیکستان در میان کشورهای آسیای مرکزی از لحاظ تولد فرزند در جای بالا قرار دارد. و خبرهای دیگر هم داریم که بعد از همگی 3 ساعت دیگر در سرخط خبرهای مهم روز تاجیکستان و جهان به شما ارائه خواهیم کرد. ما را بعد از 3 ساعت دیگر منتظر باشید در آزادی ویدیو یوتیوب که کانال مخصوص ما در یوتیوب است.